سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز قرار خفن‌ترین انرژیزاهای ایران رو تست کنیم با هم دیگه. چه این انرژیزا هستن دونه دونه بهتون نشون میدم و قرار داخل این لیوانایی که بهتون نمیگم واسه چی هستن تستشون بکنیم ببینیم کدومشون ارزش بیشتری داره. فقط یکیشون اسمش توت فروت نمیدونم همچین چیزی بود، اون نمیدونم چی هستش. امروز قرار تمام این انرژیزا رو با هم دیگه تست بکنیم. فقط شاید واسه سوال شده باشه چرا دو تا لیوان داریم؟ البته لیوانامون یکم غلط اندازن چون واسه کارهای دیگه هم هستن. یه مهمون ویژه داریم. ورر نگاه کنید. فقط ببینم فکر نکنم تا حالا تو ویدیو هم باشه اصلا، ولی خب قرار از این بعد تو همین ویدیو ما باشه. سلام دوستان، خوبید؟ من با احمد پسرمو هستیم. امروز اومدیم دیگه اینا رو پسرمو هستش و قرار کل اینا رو تست بکنیم. به زور آوردمش، شوخی میکنم، یعنی ما رو آورده یه جایی که اصلا راه نبود یه جوره بیایم، ولی خب میریم تستشون میکنیم. فقط لایک ها رو بتره کنید. سری بعد میریم هر چی عرقه رو با هم دیگه تست میکنیم. نخند بابا نخند، شوخی میکنم. بریم واسه تست کردنشون ببینیم چه جوری هستن. اولی هم از اون سم شروع میکنیم. ببینیم اسمش چیه؟ چی؟ این انرژیزا 330 سی سی 100% هم هستش. رکسوس. آره، اساره آلوویرا. رکسوس. انرژیزا حاوی آبمیوه و اساره آلوویرا. ببینیم چی هستش. یا پیغمبر. وایسا. ببینم معلومه؟ آره معلومه. داریم باشون عکس میگیریم. وایسا ببینیم رنگ و روشون چیه. اصلا مهمونم اول بریزیم. ولی زیاد نمیریزم ببینیم طعمشون چی هستش. ولی خیلی کم بریختم، باید بیشتر بریزم. چی داره آبجو؟ چه کفی هم میکنه. پسرمون میگه کپ آبجو هستش. ولی خب آقا این از این رنگش هم میتونید ببینید چه رنگش تیره تر شده، اولش زردتر بود. مال من تیره تر است. فوش بی بابا عمله شوخی دیگه. آقا بریم طعمش هم بهتون بگم. پشمام. این فکر کنم خیلی شیرینه. آره از شیرینیش اگه بهتون بگم انگار دارید آب نبات میخورید. به خدا. ولی بازم خوب بود. به نظرم از 1 تا 10 چند میگیره به نظر تو؟ اینو 4 میدم. 4 داد، ولی من خدا وکیلی شیرینیشو حال کردم 5.5 میدم. نه من زیاد با شیرینی حال نمیکنم. اشکال نداره، بذار اینو بذارم اینجا. همش این دفعه خودت انتخاب کن. این توتیو یکی هست اسمش توته. این توته کجاست؟ کدوم بود؟ یه لحظه وایسا. نه این که نیستش. این بود؟ آره نگاه کنید، اینو بهتون میگفتم اسمش فایر پاوره، انرژی درینک. بعد اسمش یکم عجیب غریبه. نگاه کنید با طعم توتی فروتی. یعنی چی؟ توت فروتی. اینو بیاریم اینجا. اشکالی نداره، بریم تستش کنیم. یکم عجیب غریبه، من نشنیده بودم همچین اسمی. اگه میوه هست یا ابوالفضل، فکر کنم مثل کافور میمونه. این رفته سربازی کافور مافور میدونی چی دیگه. اینم همون زرد است. کلا همشون زردن. اون کمتر ریختم داره چپ چپ نگاه میکنم. درسته؟ تواو. این تمومه. اوکی. بریم طعمش رو تست کنیم. چی شد؟ نه این توت خوبه. توت خوبیه. نه طعمش خوبه، ولی نه خدا وکیلی اندازه میگه که خوب نه. این یکم ترشه. ترش بودنشو من حال نکردم. من 2 میدم. چه میدم؟ نه من به این 7 میدم. خوب بود. در لجه من میگه الکی میگه. نه به خدا. این خوب بود. بذارمش اینجا. بریم واسه بعدیشون. تو انتخاب کن. من انتخاب کنم. من اینو انتخاب میکنم. این زرده. زرد دوست دارم. تیرکس. این تیرکس حاوی ویتامین C. حاوی ویتامین C. یعنی انرژیزا چیز توشونه بچه‌ها. چیز توشونه دیگه. اسمش چی بود؟ اون چیزه.
آره بعد الان این چیز تیرکس توشه. الان ویتامین B2 و B3 داره، B6 و ویتامین C و کافئین هم داره. چیز تیرکس توشه. نه شوخی میکنه، اسمش تیرکس، چیز تیرکس هم توشه. چی توشه؟ ویتامین C. بریم ببینیم این اصلا انرژی داست مگه؟ صداشو این گاز داره. آره بذارم اینجا رو فقط ببینید. این رنگش یکم لیموییه. پشمام صداش. نه این رنگش خدایش باحاله. رنگش معلومه؟ فکر کنم معلومه. نگاه کن بغلم دیگه بذار. آره رنگ این معلومه دیگه. پرام چقدر بدمزه بود. نخرید آقا، اینو نخرید. این اصلا این خدایش اصلا فقط رنگش باحال بود. من ریختم رنگش هم ولش کن. نه دیگه این حیف میشه نخوریم. چیز تیرکس واقعا چیز تیرکس توش بود، سبزم بود. آقا اینو نخر، این خدا وکیلی بد بود. من 0 میدم. منم اینم 0 میدم خدایش. این بد بود. فقط رنگش خوب بود. آره از رنگش بگی خب شاید بقیه‌شون رنگشون قشنگ‌تر باشه. آقا این بزرگه رو ببین. نه اینو آخری تست می‌کنیم. بریم یکی دیگه هم تست کنیم. این بنفشه خوبه. ببینم رنگش هم بنفشه. آهنگ میگه. چی؟ نایت کینگ هم بس پادشاه شب. اینو مثلا شبا بزنی پادشاه میشی. آره. ای چیزی می‌کنی. جواب گازدار با طعم مخلوط بلوبری و توت جنگلی تمشک. تشمک. تشمک چیه؟ یا اول صداش چقدر باله. اینا رو اینجا میریزم بچه‌ها، میکروفونم اینجاست، میخوام صداشو بشنوید. چقدر رنگ باحالی داره این. خیلی پشمام چه رنگی داره. سشکیه. آره اینو من حال کردم. رنگش ببینید اینو معلومه. وایسا اینطوری. یعنی فودانه میده. خدا وکیلی این شبیه میگه شبیه بادکنک. این کجا شبیه بادکنک؟ بادکنک مگه میخوره؟ رنگی داریم دیگه. یه خاطر واسهتون تعریف کنم. من حدوداً بچه بودم. ای بابا این بذاریم بریزه. سبز ریخت. سبز نیست. طبیعت هم ازش خوشش نیومد. یه سری آبرنگ گرفته بودم، آبرنگ سیاه. فکر کردم نوشابه است. آبرنگ گرفته بودی؟ آبرنگ هستش این. میدونم نقاشی. آره گذاشته بودم یه جایی، بعد یکی از بچه‌های آشناهام خورده بودش. تا 1 ماه مریض بود. این خوب بود. من اینو 9 میدم. 9؟ آره منم با طعم بلوبری حال کردم. حدودا منم 8 میدم. فکر کنم رنگش هم هنوز هیچ کدوم 10 نگرفته. تو 9 دادی؟ من 9 دادم اینو. این پادشاه شب خیلی خوبه. شبا بخوری با کینگ میشی. الان شب بخوریم شاید 10 بدم. بیا دیگه میگم من پیدا میکنم میگه کینگ میام کون. من اینم نایت کینگه. توش یکی این سفیدش. نه این دیگه این رنگ این واسه سفید پوست، اون بنفش پوست بود. ببین طعمش چیه. اون مال چی بود؟ مال سفید پوستاست؟ نه اون سیاه بود دیگه. مال سرخ پوستا رو نداریم. نه ببین ننوشته کجاست؟ نوشابه انرژی داره بدون شکرگزار. پشمان بدون شکر گازدار. شکرگزاری میگی داری؟ ننوشته به خدا. این بدون خانواده است. آره این خانواده نداره. زیر مجموعه هیچ چیزی هم نیستش. این زیرو داره. ببین چربی هم داره. پرون چربی چی؟ روغن کردن توش؟ شکر داره این. معلوم نیستش. میخوریم شکرش زیاده فکر کنم. میخوریم ببینیم چیه. ولی این همون نیستش الکی بازش کنیم. نه اون نیست بابا. اون تمشکدار بود. قشوا. آره این طلایی رنگه. کفو ببین. خدا وکیل هستن. خدایی پشمامی طلاییه. یعنی نه این که خوب بود. این سفید پوستاش خوبه. مشکی میمونه. الان یکی میاد عنوان نجات پرست منو میگیره. خوش انرژی رو داریم چیز میکنیم. شوخی میکنیم بچه‌ها. اینا همشون برنامه‌ریزی واسه اون بخش دیگه است. تست عرقیجات. هیچ تعمی نداشت خدا وکیلی. طعم چیز میده. این منفی 1 میدم. من طعم خربزه میده. منفی 1. به خودت طعم خربزه میده. این یعنی آبروی اونی دیگه هم برد. این چیز بود. این کوین بود. اون کینگ. آره الان نوبتی توه.
5 تا مونده دیگه. اینو که آخریه. استار چیزی لایف استار زیرو که اون هم زیرو دارم. عکس یه دونه آدم با اسب روشه. تیر و کمون هم داره. ببین اینجا تیر و کمون هم داشت. تیر و کول چیه؟ تیر و کمون. آب گازدار. یا آب گازدار اصلا هیچی توش نیست. نمیدونم اینا ننوشته چی توشونه. ولی طعمش رو تست میکنیم. بذار بازش کنم فعلا. الان اون چیزه رو جدا کنم. خوبه رو. این صداشو میخوام واسهتون بیاد. ببینیم چیه. این مارک استار دیگه. استار نمیدونم چی. لایف استار. شبیه اسم چیزه. لایف استار. آقا من اینو 6 میدم خدا وکیل. اینم طعم همون قبلیه رو میده. هیچ فرقی نداره. ولی خب یکم بهتره. طعم چیز میده این. طعم انگور میده انگور. این انگور کوچولوها دیدید اسمشون نمیدونم چی بهشون. کشمش درست میکنم باهاشون. بعد کشمش چیز دیگه درست میکنم باهاشون. از اوناست. این درست میکنه واسه هم بهتون میگم. به قیافش نمیخوره ولی واقعا از اون چیزا درست میکنه. عجیب غریب هم درست میکنه. اینم من 2 میدم. 2 من حال نکردم. 6 دادی اینو. خب باش الان حال نکردم من طعمش دارم. بذار چی دیگه. تو انتخاب کن. منم می‌خواستم با هم دعوا کنه کلی طرف میزنه. اینم تیرکس خودت بخون بازم. اینم توته. اینم همون تو چیز توتی فروتی. این فقط توتی فروتی. اون دیگه طعم دیگه هم باهاش بود. چرا واقعا اسمش توتی فروتیه؟ نمیدونم. بچه‌ها شما میدونید توتی فروتی چیه؟ بهمون بگید. سبز این سبز. آره این هم همون چیز است. نه این سبز نیست. نه سبز. فکر کنم با انرژیزا چیز شده. خیلی انرژیزا خوردیم. الان یکم دیگه چیز میشیم. اینم از این. برو تست کن ببینم چند دیگه بشه. اسمش چیز دیگه. همون تیرکس از اینم. همون دایناسور است. نه بد نیستیم. من بخور. خوبه. خدا کی خوب بود. نه من اینو 10 میدم. 10؟ آره. من 10 نمیدم. 7 میدم. اونایی که من انتخاب میکنم نمره خوبی میگیرن. چرا برو بابا این میدونه کدوم من نمیدونم. اتوا. این بزرگه رو آخری پاس. آخری اون مال ماست وسط. این هم لایف استار است. همون قبلی است. اینم فقط مشکیه دیگه. هم قبلی از اینم. نه. چرا همونه؟ بابا اون یه رنگ دیگه داشت. فرق می‌کرد لایف استاره. اون سفید بود این سیاه. دوباره هم داستان سیاه‌پوست سفید. آره پیش اومد. سرخپوست ندارم نمیدونم چرا. فکر کردم دیوانه اینه میخوام اینو بخورم. میگم با انرژی چیزی شده. نه خوش. 7 خوبه. 7 خدا وکیلی. منم 7 میدم. منم 7 میدم. بیا برو بابا تو هم 7 چی؟ این هر چی بگه من نه این من میلیون 9 میدم. 100 رو یا برام. وای خدا وکیلی لایکام به 1500 تا برسه میخواستم بریزم دور. حدوداً میریم هرچی عرقه رو با هم دیگه تست میکنیم. عرقه کشمش. اینم همونه. نورم. این هپی لایفه. این هپی لایفه. یعنی اینو بخوری خوشحال میشی؟ آره دیگه. فکر نکنم. سیسش نمیخوره. آدرسش که چیزه. اوه من دابس. بازش کن ببینیم اینو من باز میکنم. همه رو احمد باز کرد. اونجا آتیش گرفته پرا. احمد این رنگش زرشوبه‌ایه. همشون زردن فقط یکشون بنفش بود. چقدر قشنگ بود. اون خیلی باحال بود. یکی مونده پرام. بده اینم بده. این خداشی همون. همین هپی لایف است دیگه. الان کدوما بودن؟ نمیدونم تا که خوب بودن. انگار اومدیم تست عرق. خدا باشیدی. من اینو حال کردم. آره. این خوب اینو من 9 میدم باز. نه اینو 10 میدم من. 2 تا 10 من دادم یه دونه 9. بابا تو به من کلک میزنی واسه منم پر میکنم. من نمیتونم میام رو بخورم با هم دیگه. من یه بار ریختم. آقا رسیدیم با آخرین اصل کار. بزرگترینش چقدر بزرگ نسبت به اینا رو ببینید. یار داشت بزرگشونه. بیا پایین‌تر. نه اوکی نشون بده. ترازشون کن. یا اول فصل صداشو ببین. کفش هم خیلی سفیده این. مثل از خدای رنگش باحاله. کفو ببین رنگش ببین میاد بیرون. دیگه خیلی منت بالا ریخته. نه
یعنی این دوتا رنگشون قشنگ بود. یعنی این چیزا میریزه، ساقی ها خیلی خوب میریزه. با کف حال میکنی؟ این خیلی خوبه. من 10 میدم. رنگش هم خوبه. من اینو 2 میدم. الله چقدر 2 میدی؟ ولی نه خدا وکیلی این خیلی خوب بود. اصلا انتظار نه نداشتم. شوخی میکنم، خدایش این خیلی خوبه. این از اصلا همشون بهتر بود خودش. یعنی یه طعم خاص داره این. یه چیزی مثلا اوکالیپتوسی احمد. یه حالتی مثلا اوکالیپتوس چی بودیم چی؟ گلومینا سرد شده باشه. اوکالیپتوس چیه؟ اوکالیپتوس یه چیزه دیگه. جانور داریم گیاه. یه چیزه. این فکر کنم جزو حیوانات. بذار بریزیم. بذار تو بریز. پشما میس خیلی سرد شد. طعم نعنا میده. آره دیگه من بذار گفتم. خیلی خدایش این خیلی طعمش خوبه. ببین رنگشون. این دو تا دیگه از خوبا بودن. آره چقدر خوشگله. ولی این خیلی سرده. حال میده این. خدایش خیلی باحاله. آره خدا وکیلی خیلی خوب بود. کلا یعنی تو لیوان هم خودش لیوان هم سرد کرده. والله چه ربطی داره؟ ربطش بین بوم نخوری. راست میگی لیوان هم سرد کرده. بچه‌ها همه اینا رو تست کردیم با هم دیگه و این پسرمون قرار دیگه از این به بعد یوتیوب شروع بکنه. حتما چنلش واسهتون میذارم، سابش کنید و اینم بهتون بگم اگه لایک به 1500 تا برسه سری بعد میریم هر چی عرقه رو با هم دیگه تست میکنیم. همینجا میایم میشینیم قرار اینجا رو بکنیم جای خودمون. ببینید اصلا اینجا رو میز باحال میکنیم. آره میز چیزه خود طبیعت واسه ما درست کرده، یعنی از قدیما انگار اینجا واسه ما بوده. ولی خب از باستان اومده، روم باستان. اشکالی نداره آقا. اینم از صدمون. شاید یه روزی اومدیم شنا این داستانا واسهتون ویدیو هم ضبط کردم. فقط حتما ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم. خیلی دمتون گرم دیگه. خدافظ همتون. خیلی ازتون شم.